این برنامه زندگی اوکیو کینتارو هست. من کینتارو، وارث راکوگو، هنر داستانی که 500 سال در ژاپن قدمت دارد، فرهنگ و فصول ژاپن را به مخاطبان خارجی ارائه می‌کنم. خب، موضوع امروز تظاهرات در ژاپن است. ما وضعیت و ادعاهای آنها را به روشی آسان برای درک ارائه خواهیم داد. اینجا کاسومیگاسکی، منطقه دولتی است که حدود 7-8 دقیقه با تاکسی از ایستگاه توکیو فاصله دارد. چیزی که در وسط می‌بینید وزارت بهداشت، کار و رفاه است. از قبل صدای افرادی که در مقابل ساختمان اعتراض می‌کنند شنیده می‌شود. ساعت حدود 12:30 است و هنوز هیچ کس جمع نشده است. این اولین بار است که من شرکت می کنم و از موضع یک تماشاگر گزارش می دهم. اینجا پارک شیبا، بسیار نزدیک به برج توکیو است. این تظاهرات از پارک شیبا به سمت وزارت بهداشت، کار و رفاه که 1.5 کیلومتر دورتر است حرکت می کنند. به نظر می رسد صدای بلند موسیقی راک می آید. مثل یک جشنواره فضای باز است. روی این بنر نوشته شده است: مخالف دیکتاتوری نخست وزیر تاکایچی. تعداد زیادی از این بنرها درست کردند. آنها در حال آماده شدن هستند. تیشرت‌های یکسان توزیع می‌کنند. برخی از بینندگان ممکن است فکر کنند که ژاپن کشور بسیار خوشبختی است، زیرا صلح و آزادی به حدی تضمین شده است که میتوان تظاهرات کرد. با این حال ژاپن نیز مشکلات جدی زیادی دارد. این گروه موسیقی مبتکرانه است. اشعاری مانند ژاپن بهترین است و وطن پرستی دارند، اما من هرگز چنین سبکی نشنیدم. منحصر به فرد است. وقتی به مردمی که جمع شدن نگاه میکنم، حس میکنم هم راستگراها و هم چپگراها اینجا هستند. شاید به خاطر عنوان مبهم گردهمایی بزرگ ملی باشه. خیلی ها هم هستن که از بیرون دارن این تظاهرات رو تماشا میکنن. به نظر میاد اینجا ادعاهای ضد واکسن زیادی مطرح میشه، ولی اسمش یه فراخوان مبهمه. گردهمایی بزرگ ملی. ظاهراً یه یوتیوبر معروف این گروه رو دعوت کرده. اینجا یه گروه از قربانیان واکسن هستن. این یکی معلوم نیست چیه. اینم احتمالاً یه یوتیوبره. اسم یه حزب سیاسی روش نوشته شده. این یه گروه سیاسیه. به نظر میاد همشون با دعوت یوتیوبرها جمع شدن. به خاطر همینه که فکر میکنم ادعاهای مختلفی اینجا با هم قاطی شدن. این آقا یه مورخ معروف و یوتیوبره. داره میگه نخست وزیر تاکایچی نباید نماینده سرمایه یهودی بشه و داره از استقلال کامل از آمریکا حمایت میکنه. そしてどんどん貧しくなっているこの日本人のこの生活をね、破壊されている生活を少しでも良くしていくために میگه ژاپنیا رو نباید موش آزمایشگاهی واکسن کرد. این شخص یک یوتیوبر معروف در زمینه سخنرانی و سیاست است.
でなんで移りたい人はどんどん入ってきて او میگوید که ژاپن به طور فزاینده‌ای فقیر می‌شود و سیاستمداران باید به نفع مردم ژاپن کار کنند. این یک سخنرانی نرم در طول پخش زنده یوتیوب است. بله، راهپیمایی اعتراضی شروع شد. انگار منبع آب رودخانه را پیدا کرده ایم. فکر می کنم نقطه شروع و پایان مشخص شده است، اما این اولین بار است که من آن را می بینم. آنها با آرامش شروع به راه رفتن کردند. هیچ تنشی وجود ندارد. انگار یک پیاده روی طولانی است. پلیس هم آرام است. جمعیت به طور فزاینده‌ای هیجان زده می‌شوند. در انتهای این خیابان یک دبیرستان وجود دارد. بنابراین بچه‌های دبیرستانی از بالکن در حال تماشای این تظاهرات هستند. ما 1.5 کیلومتر پیاده روی کردیم و به مقابل وزارت بهداشت، کار و رفاه بازگشتیم. همه کمی خسته هستند. ساختمان وسط وزارت بهداشت، کار و رفاه است، اما هیچ کارآمدی از پنجره ها دیده نمی شود. به نظر نمی رسد که رفت و آمد زیادی به ساختمان وجود داشته باشد. انگار یک روز تعطیل است. شرکت کنندگان ادعاهای مختلفی داشتند. حزب حاکم لیبرال دموکرات آنقدر با آمریکا سازش می کند که کارهایی انجام می دهد که برخلاف منافع مردم ژاپن است. آیا از زمان جنگ جهانی دوم همیشه از دستورات آمریکا پیروی می کنیم؟ کمی قبل اینجا اصلاً کسی نبود، اما به نظر می رسد بعد از پایان راهپیمایی جمعیت زیادی اینجا جمع شده اند. و اینکه حزب حاکم و اپوزیسیون با هم دارند تلاش می کنند حاکمیت را از مردم بگیرند. این سگ خیلی کاوایی بود. به نظر می رسد که بوروکراسی بیش از حد بزرگ شده و شرکت‌های جهانی با هم تبانی می کنند و این با ضد واکسن ها مرتبط است. این نماینده مجلس که الان جلوی وزارت بهداشت صحبت می کند کسی است که در دوران نوجوانی در اثر داروی آلوده به ایدز مبتلا شد و به نظر می رسد هنوز هم با عنوان نماینده مجلس تلاش می کند. در نهایت، آیا اینطور نیست که دولت یک تصمیم وحشتناک را در جایی که ما نمیدانیم میگیرد و این اطلاعات را به مردم منتقل نمی‌کند؟ به نظر میرسد که همه در سراسر جهان بی‌اعتمادی سیاسی و احساس بنبست نسبت به دموکراسی را این احساس یک زندگی می‌کنند. اوکیوی کینتارو بود. از تماشای شما متشکرم. لطفاً دوباره ما را تماشا کنید.